UFC لندن به انجام رسید و آن دیداری که زیر توجه همگان قرار داشت رقابت مفسر یولایف و لیرن مرفی بود که همگان برتری را بر ورزشکار لندنی میدادند و همکنون این دیدار نشان داد که در میدان رقابت بهترین ورزشکار است و که ارزنده است که رقابت‌های خود را برای به دست آوردن کمربند ادامه بدهد. پس از دست ورزشکار این گوشی بالا رفتن در تمام سامانه‌های اجتماعی همین گونه یک سرلوحه بود که چگونه او توانست در راستا رقیبی که از او دیده خوبتر برآمد میکند، یعنی که در راستا او غلبه کرده باشد. پس از غالبیت معلوم گشتن الکساندر والکانوفسکی در سامانه‌های اجتماعی یک ویدیو ابرشنی کرد و ویدیوی او مثل ویروس در تمام سامانه‌های اجتماعی پهن گردید که او همین گونه به خود سوال می‌داد که چگونه مفسر در راستا رقیبی که از او دیده خوبتر برآمد میکند، یعنی غلبه کرده باشد و از او دیده خوبتر برآمد کند. و فکر میکنم در اینجا الکساندر والکانوفسکی اون پیشگویی و اون دعوتی که به عمل آورده بود که در صورت پیروزی مفسر و یا که لیرن مرفی او آماده است که با آنها رقابت کرده باشد و اینجا اکنون پس از غالبیت مفسر او از فکر خود به فکر ما گشته است و برای همین هم چند لحظه پس او در همون ویدیوی خود سوال می‌دید که چرا این گونه شد، چرا این گونه شد، چرا این خیل بود، چرا اون خیل بود. خب رفت و رقابت آنها به میان آمد کی غلبه میکند. به نظر بنده مفسر این ورزشکار رو در حال از سر روی خود دور میکند. پس از غالبیت بر والکانوفسکی من فکر میکنم مفسر بیشتر میخواهد با یکی از ورزشکاران گرجی که آنها یک بحثی ناتمام را دارند، یک رقابتی را که باید آنها برگزار میکردند ولی اون برگزار نگردید و ایلا تپوریا در حال در سامانه اجتماعی بین یک سخنهای خوب را برای این ورزشکار این گوشی روا دیده بود و مفسر همین گونه پاسخ داده بود که این کاری ناتمام ما پس از به دست آوردن کمربند به میان میآید و من میتوانم که با هر یک سخنی گفته او با ضربه ها و با همون غالبیت خود پاسخ بگردانم. به نظر شما کی در این رقابت، یعنی رقابت میان مفسر یولایف و ایلا تپوریا غالب میآید؟ نظر خود را زیر این ویدیو بنویسید تا ما ببینیم که مخلصان MMA چه اندیشه دارند آید این رقابت ها.